مقایسه دو کراتین بروز دنیا که میشه گفت حد متوسط امروز هستن. خب در مقایسه با این دو کراتین PNC و یعنی شرکت کارن و کراتین مونوهیدرات ماسل مکس که تحت لیسانس آمریکا هست و کراتین کارن هم تحت لیسانس ایرانه و یک کراتین ایرانی محسوب میشه. ما در مورد بهتر بودن و کیفیت این دوتا، خب کراتین PNC 60 سرینگ و 300 گرمه و توی هر پیمانش 5 گرم کراتین داره که اینجا تمام اطلاعاتش نوشته شده و تحت لیسانس کشور خودمون یعنی کشور ایران و محتویاتش خیلی بسیار نسبت به کراتین مکس ماسل با اینکه ایرانیه بهتر و جذب بهتر و یک بافت عالی داره. حالا چون من این دوتا رو مصرف کردم داخلش چیزی نیست نمیتونم به شما نشون بدم. این کراتین مکس ماسل 50 گرم 50 سرینگ توی هر پیمانش هم مثل همون 5 گرم کراتین داره و تحت لیسانس کشور آمریکاست که اینجا اطلاعاتش رو میبینید و یک کراتین نرمال خوب، اما اونطور که مثل تبلیغ ها یا اینکه فکر کنید چون تحت لیسانس آمریکا فوق‌العاده من این کراتین رو بیشتر قبول دارم و به شما معرفی بیشتر میکنم. این کراتین ارزون تر، مصرفه تر و جذب بهتر و کارایی بهتری داره، انرژی قدرت عملکرد بهتر، عضله‌سازی بهتر. این کراتین هم جذب کمتر کنتر حالا شاید یکی بهتون بگم اما و هم ضعیفتر و هم بافت نسبتا پایین. حالا باز شاید بعضی ها تعصبی بگن آقا چون اینا میکنه. پس این کراتین در مجموع خیلی کراتین بهتر و نرمال تا قیمت به صرفه تری داره، تحت لیسانس کشور خودمون هست و این کراتینی که داخل ایران پر میشه و تحت لیسانس آمریکا کراتین نمیشه گفت بسیار عالی. هر دو تقریبا 2 سال هم میشه، هر دو سال تاریخ انقضا دارن.